چیزی که فصل گذشته از بارسلونا دیدیم یه تیم ترسناک با ضد حمله های برق‌آسا بود. تیمی که با 174 گل سومین فصل پرگل تاریخ خودش رو ثبت کرد. اما چه چیزی اونا رو خطرناک میکنه؟ پرس کردن بارسلونا چه شکلیه و چرا بازی بدون توپ اینقدر برای فلیک مهمه؟ هانسی فلیک پرس کردن رو از یه تاکتیک دفاعی به یه ابزار هجومی تبدیل کرده. یه سلاح هجومی که اگه به درستی استفاده نشه تیم رو مجازات میکنه. توی این ویدیو به همه این سوالات جواب میدیم. تو ویدیوی فلیک راجع به همه چی صحبت کردیم و اونجا قول دادم برای روش پرس کردن بارسا یه ویدیوی اختصاصی بسازم. پس بریم روی آنالیز بورد همه چی رو باز کنیم. سیستم های پرس بارسلونا از خط حمله و با یامال و رافینیا شروع میشه. جایی که اونا با سرعت بالا به سمت دفاع وسط‌های حریف حرکت میکنن و با یه حرکت هلالی شکل دفاع کناری ها رو توی سایه خودشون قرار میدن یا اصطلاحاً کاور شادو میکنن. وسط زمین یارگیری نفر به نفر انجام میشه. هافبک تهاجمی بارسلونا یعنی دنی اولمو به همراه لواندوفسکی دوتا پیوت تیم حریف رو مارک میکنن و پدری هافبک سومشون رو کنترل میکنه. با این یارگیری من تو من خط میانی تیم رقیب از بازی خارج میشه و توی بیلداپ به مشکل میخورن. فینال سوپرکاپ مقابل رئال مادرید. ببینید که چطور بازیکنای بارسا اجازه بازی سازی رو از کورتوا میگیرن و اونو مجبور میکنن زیر توپ بزنه. اما اگه تیم رقیب با پاس‌های تک ضرب یا خلاقیت فردی بازیکناشون تونست از این فشار خارج شه و توپ رو به دفاع کناری‌ها برسونه، تکلیف چیه؟ آیا قراره بارسلونا ضد حمله بخوره؟ خب فلیک برای این موضوع هم نقشه داره. فولبک‌های بارسلونا یعنی کونده و بالده نزدیک خط نیمه قرار میگیرن تا در صورت لزوم توی پرس شرکت کنن و موج دوم این فشار باشن. اینجا دفاع کناری بارسا تا نزدیک محوطه حریف اومده و داره پرس میکنه. و اما انتهای زمین که دوتا سنتر بک بارسا از هم باز میشن و دیونگ به عنوان هافبک دفاعی بینشون قرار میگیره. اینطوری یه برتری نفری به وجود میاد که زهر این سه تا مهاجم رو کم میکنه. تنها راه توپ رسوندن به این سه مهاجم توپ‌های هواییه که به خاطر قد بلند کوبارسی، آراوخو و دیونگ معمولاً بارسا برنده این دوئل‌های هوایی میشه. اگر هم این توپ‌ها تو فضای خالی پشت مدافعا فرستاده بشه، دروازه‌بان باید به عنوان سویپر کیپر این بخش زمین رو پوشش بده. اما شاهکار فلیک هنوز مونده. چیزی که بررسی کردیم سیستم بارسلونا برای پرس بود، ولی اگه توپ وسط زمین لو بره خبری از این برنامه سیستماتیک و منظم نیست. هانسی فلیک اینجا از قانون 6 ثانیه گواردیولا استفاده میکنه. این قانون میگه بازیکن‌ها بعد از دست دادن مالکیت باید به سمت توپ و بازیکن حریف هجوم ببرن و فقط 6 ثانیه فرصت دارن تا مالکیت رو دوباره پس بگیرن. موضوعی که شیشگانه تاریخی پپ رو رقم زد اینجا هم برای فلیک جادو میسازه. بارسای فلیک وقتی توپ رو از دست میده تازه زنده میشه. اونا به محض از دست دادن توپ حریف رو محاصره میکنن و تحت فشار میذارن، چیزی که تو فوتبال امروز بهش گگن پرس میگن. راستی اگه خواستید میتونیم یه ویدیو راجع به سبک‌های مختلف پرس بسازیم، پس تو کامنت ها بهم بگید. برگردیم به ویدیو. اینجا بازیکنای بارسا وقتی توپ رو لو میدن بلافاصله بازیکنای اتلتیکو رو پرس میکنن و بعد توپگیری موقعیت میسازن. البته این کار انرژی زیادی از بازیکن‌ها میگیره و میتونه باعث مصدومیت و یا خستگی اونا بشه. شاید براتون جالب باشه اما فلیک از این فرمول تو بایرن هم استفاده کرد و تونست تمام جام‌های ممکن رو ببره، چیزی که مولر هم تو مصاحبه بهش اشاره کرد. When somebody make a pressing and get dribbled, it's not a problem. The next guy has to come and it gets dribbled. The next guy has to come and there is a moment we catch the ball and then we. حالا که اینا رو فهمیدیم باید به یه سوال بزرگ اما پرتکرار جواب بدیم. چرا دفاع بارسلونا اینقدر ضعیفه؟ تیمی که فصل قبل با 174 گل زده فقط یه گل با رکورد تاریخی MSN فاصله داشت، چرا نتونسته بین دفاع و حمله تعادل ایجاد کنه و چرا بازی‌های کمی رو کلین شیت کرده؟
اول از همه باید بگم همونطور که حمله کردن یه کار تیمیه و با بیلداپ از عقب زمین شکل میگیره، دفاع کردن هم یه کار تیمیه و هر گلی که بارسلونا میخوره مقصرش هر 11 تا بازیکن هستن، از دروازه‌بان بگیر تا مهاجم نوک. پس نمیشه گفت مشکل از مدافعاست. تو بخش بعدی باید بگم که هانسی فلیک با پرس شدید و خط دفاع بالا بازی میکنه. این موضوع یه شمشیر دولبه است. همونطور که باعث میشه بارسا گل‌های زیادی بزنه، به همون اندازه اونا رو تو ضد حملات آسیب پذیر میکنه. این چیزیه که فلیک سختیش رو به جونش خریده و چند بار تو مصاحبه ها اعلام کرده که ترجیح میده خط حمله قدرتمندی داشته باشه تا خط دفاع قدرتمند. Everyone loves it. I think you love it to see more goals than normal and of course the fans, the club. Everyone is happy at the moment. حالا اگه پرس بارسلونا به خوبی شکل نگیره یا تیم حریف بتونه خودشو از فشار خارج کنه چی؟ آخرین سلاح فلیک تله آفسایده. همونطور که میدونید به خاطر فضای خالی پشت مدافعا بارسا اکثر گل‌هاشو روی ضد حمله ها میخوره. اما دیگه قرار نیست انقدر بی‌محابا و با خط دفاع بالا بازی کنن. پاو کوبارسی تو آخرین مصاحبهش با تلویزیون کاتالونیا فاش کرد که فلیک تاکتیک آفساید رو یکم تغییر داده. اونا دیگه قرار نیست مثل فصل قبل افراطی بازی کنن. مخصوصا تو مسابقه هایی که جلو هستن قرار بیشتر بازی رو کنترل کنن و شاید این فصل بارسا رو بیشتر از گذشته دفاعی ببینیم. I think this journey where we started, it's not over. It's now. I know that we have to improve a lot about also the defense. یعنی تو فصل بعد بارسا فقط یه ماشین پرس نیست، یه تیم متعادل و هوشیاره. زمان پرس بیرحمانه حمله میکنه و وقتی باید بازی رو ببنده محکم میسته. ترکیب این دوتا میتونه اونا رو به کابوس اروپا تبدیل کنه. نظر شما چیه؟